دریغ از ایران که ویران شود، کنام بلنگان و شیران شود. درود به همه کسانی که مهر ایران رو بر دل دارند، به دختران و پسران ایران زمین. به فرخندگی و شادی بخش دیگری از بازگشایی شاهنامه رو در پیشگاه شما دوستان عزیزم هستم، دوره فریدون. در گفتار پیشین به دانجا رسیدیم که خوابگزاران به ضحاک گفتند که سر تاج و تخت تو به دست فریدون واژگون خواهد شد. اکنون به دوره فریدون وارد میشیم و در بخش‌های مختلف اون خواهیم پرداخت. یکی از شورانگیزترین بخش‌های شاهنامه و الگوی پادشاهی فرهنگی که همواره از او صحبت کردیم. زادن فریدون از مادر. برآمد بر این روزگاری دراز، کشید اژدهافش به تنگی فراز. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. جهان را یکی دیگر آمد نهاد یعنی کیش جدیدی به وجود آمد، آیین جدیدی به وجود آمد، رسم جدیدی به وجود آمد که اشاره به همون کیش مهر هستش. اینجا باید اشاره بکنم که ما در دوره پیشین اشاره کردیم به این موضوع که جمشید بعد از کوشش‌های فراوانی که در راه شهریگری ایران انجام داد و بسیار هم دوره درخشانی در ایران آغاز شد، سرانجام منیت کرد و همین منیت باعث چیرگی هزاران ساله بابلیان بر ایران شد. یکی دیگه از کارهایی که جمشید انجام داد که هم در سخن فردوسی به اون اشاره میشه و هم در متون دیگه از جمله دینکرد و یسنا، رواج گوشتخواری بود. گوشتخواری رواج نداشت و حتی از نظر یسنا این کار اهریمنی بود. در یه متن دیگه در از متون پهلوی با نام آتورپاد مانسپندان، اونجا حتی از جمشید به عنوان آموزگار بد نام میبره، در کنار دیگر آموزگاران بد که جهان رو به سمت تیرگی و تباهی میبرن. در این دوره به هر حال دین بهی که پایه و اون نهادش داد و دادگستری بود، آرام آرام از بین میره. ما در 10 فرمان جمشید نکات بسیار درخشانی از داد و دادگری داریم. مثلا در یکی از این فرمانهای جمشید نه تنها به حقوق انسانها اشاره میشه، بلکه به حقوق جانوران و گیاهان هم اشاره میشه. در یکی از این متنها گفته میشه که آزار رساندن به حیوانات دارای جرم هستش و نکوهش شده. یکی از این کارهایی که نباید با حیوانات انجام داد، اخته کردن اونها هستش یا هر آسیبی که به حیوانها زده بشه. در فرمان دیگه از جمشید در این دوره بالندگی و درخشندگی میبینیم که اونجایی که صحبت از کشاورز و پیشوران میکنه و میگه آزاد مرد هستن، هر چیزی که خودشون میکارن خودشون استفاده میکنن و کسی از اونها استنطاق نمیکنه، میگه که نباید دسترنج دیگران رو شما به زور از اونها بگیرید. ببینید این دوره درخشندگی که داد بهی هستش آرام آرام با منیت جمشید از بین میره. ویژگی دیگه کیش نخستین ایرانیان هستش که پرستیدن در واقع خورشید و ماه هستش و دلیل این هم برمیگره به اون دوره سخت زمستانی که نیاکان ما در واقع رو به خورشید، رو به ستارگان نیایش میکردن و با برآمدن خورشید شادمان میشدن به دلیل اون که اون سرمای سخت رو پشت سر گذاشتن. شاید جالب باشه بدونیم هنوز هم بعد از 8000 سال 10,000 سال وقتی ما میخوایم دعا کنیم، آرزو بکنیم، در هر زمینه‌ای ناخودآگاه دستمون رو به سوی آسمان میبریم و این یادگاری است از همون دوران کیش نخست و داد بهی، چون که میدونیم در اون دوران حتی ایرانیان ستاره کیوان رو تونسته بودن جایگاهش رو به عنوان بلندترین نقطه آسمان تشخیص بدن از طریق محاسبات اخترشناسی. بنابراین این در پایان دوره جمشید از بین میره، ضحاک میاد و آیین جدیدی رو میاره. در این دوره ما با یه واژه بسیار سر و کار داریم، این توضیحات رو میدم
میدونم هم این توضیحات بسیار زیاد است. شاید فکر کردم بعضی وقتا که به جای اینکه من این توضیحات رو در این متن‌ها بازگوشای شاهنامه بدم، مثل کتاب‌ها که یه پاورقی دارن، یه برنامه 10 دقیقه‌ای 20 دقیقه‌ای هم بسازم که اینها رو بگم. واقعا نمیدونم، چون نگفتن اینها، این رمزهای شاهنامه اساس کار ما هست، گفتنشون هم خب زمان زیادی میبره که امیدوارم دوستان حوصله بکنم. ما در اینجا با یه واژه دیگه بسیار سر و کار داریم و اون اژدها هستش. اژدهایی که صفت اژدهافش صفت عرض کنم ضحاک هم هست. میبینید در اینجا میگه برآمد بر این روزگاری دراز، کشید اژدهافش به تنگی فراز. اژدها، مطالعات زمین شناسی نشون میده که در حدود 7000 سال پیش، 6000 7000 سال پیش، 2 آتشفشان بزرگ در ایران آن روز فعال میشن. پروفسور مانوئل بربریان به این پژوهش‌ها دست پیدا کرده و اونها رو تایید میکنه. یکی دماوند هستش و یکی در گرجستان امروزی که در آن روزگار بخشی از ایران بوده، البروز هست، کوه البروز. تقریبا به فاصله نزدیکی از هم شروع به فعالیت آتشفشانی میکنن و درست این دوره فعالیت آتشفشانی همراه هست با همین دوره ضحاک و آغاز گوشتخواری. شاید در باور مردمان آن روز که دانش علمی چندانی در مورد آتشفشان‌ها نداشتن، این بوده که آنچنان تباهی رسیده به جامعه که خشم اژدها، چون اژدها در فرهنگ ایرانی و هندی مار هستش، یک مار بسیار بزرگی که از دهانش آتش و دود میاد و همه جا رو مسموم میکنه، جهان رو تیره میکنه، کشتزارها رو از بین میبره. و اون جایی که کارگزاران و رایزنان ضحاک به او میگن که تو نباید این مارها رو قطع کنی، بلکه باید از مغز جوانان برای اونها خورش درست کنی و خود این خورش باعث خواهد شد که از بین بره. شاید باور بر این بوده که باور مردمان بر این بوده که این نتیجه تباهی گوشتخواری است و اون فرد و اون دوره بابلی که بر ایران چیره میشه و با نام ضحاک میشناسیمش، در نهایت به این نتیجه میرسه که با قربانی کردن جوانان، اون هم فقط پسران و مردان، میشه از این خشم طبیعت جلوگیری کرد. اگر به اوستا برگردیم، واژه اژدها از ریشه عنق هستش با سکون ن واقع. عنق در زبان اوستایی به معنای رنج، بدی، بلا و حتی فروکاستن هم معنا میده. از همین واژه است که انگر مینو و سپند مینو ساخته میشه و واژه های دیگه. بنابراین میشه برای بازگشایی شاهنامه و رمزهای اون به این فکر کرد که اون دوره بابلی که چیره میشه نتیجه همین تباهی است و قربانی کردن جوانان ایران، پسران ایران که در دوره فریدون نمادش هست، باوری بوده که وجود داشته برای فرو نشاندن این خشم. و همونطور هم که تو بخشای دیگه عرض کردیم، فریدون نماد گروهی از جوانان ایران هست، نه یک فرد، و همینطور نامهای دیگه. با این توضیحات بنابراین میبینیم اینجایی که فردوسی میفرماید خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد، یعنی یک آیین جدیدی میاره. میدونیم که در ادامه بهش خواهیم رسید که کیش مهر درست در همین دوره به وجود میاد با ستایش فروغ سپید دمان. به بالید برسان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی، جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابنده خورشید بود، جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی، به سر بر همی گشت گردان سپر، شده رام با او فریدون به مهر. حالا چند بیت دیگهش که توصیفیست نمیخونیم و میگه در بخش دیگه میگه زمین کرد ضحاک پر گفتگوی، به گرد جهان هم بر این جستجوی، عذاسی به او پر هنر آبتین، چو سیماب لرزان شده بر زمین. پس ضحاک در اندیشه است، همچنان از اون خوابی که دیده همه جا صحبت از فریدون میکنه و به گرد جهان هم بر این جستجوی، و جهان پیرامون که ایران آن روز و بابل آن روز هست رو هر جای کوی به کوی به دنبال فریدون و نام و نشانی از او میگره تا او رو از بین ببره. این اشاره به اون دوره است که عرض کردم پیشگویان گفتن که باید از مغز جوانان، فقط هم پسران
و مران برای فرو نشاندن خشم اژدها خورش بسازی. بنابراین میریزن در دهها، روستاها. هر مرد جوانی، حتی پسر خردسال رو میبینن با دخترها و زنها برای قربانی کاری ندارن، ولی پسر و مرد جوان رو میگیرن گروه گروه، دسته دسته میارن و قربانی میکنن. و ای بسا این قربانی ها در مقابل کوه دماوند و مقابل همین آتش فشان صورت گرفته، برای اینکه ارمغان کنن تا خشم طبیعت رو فرو بنشانن. بنابراین عذاسی به او پرهنر آبتین چو سیماب لرزان شده بر زمین. آبتین هم نماینده همون نسلی هستش که از دست روزبانان یا سربازان ضحاک کوی به کوی، دشت به دشت داره فرار میکنه تا جان خودش رو نشان بده. جالب هستش که در زبان اوستایی اسویه، آبتین به معنای اسویه و سویه یعنی هراسناک، ترسناک. بنابراین این هراسناک و ترسناک میبینید در خود واژه آبتین هم هست و جالب هستش تنها در یک نسخه از نسخه های فردوسی که نسخه فلورانس هست یه واژه هستش که اینجا ما رو نزدیکتر میکنه به این موضوع و اون واژه سیماب هست که به معنای جیوه هستش که استاد جلال خالقی مطلق اون رو در این نسخه پیدا کرده و آورده. با این توضیح این بیت رو وقتی بخونیم بیشتر متوجه میشیم که رمز شاهنامه در چه چیزی است. عذاسی به او پرهنر آبتین، نماینده یا نماد اون جوانانی که گریزان و هراسناک هستن، ترسناک هستن، چو سیماب لرزان شده بر زمین. شما می‌بینید جیوه رو وقتی روی زمین میریزید مدام داره میلرزه. این لرز و ترس رو تشبیه کرده به ترس جوانان و حرکت کردن از این سو به اون سوی. از آن روزبانان ناپاک مرد تنی چند روزی بدو باز خورد. گرفتند و بردند بسته چو یوز بر او بر سر آورد ضحاک روز. به هر حال آبتین رو میگیرن و میبرنش. خردمند مام فریدون چو دید که بر جفت او بر چنان بد رسید. فرانک بودش نام و فرخنده بود به مهر فریدون دلاکنده بود. پر از داغ دل خسته روزگار، خسته یعنی زخمی، همی رفت پویان بدان مرغزار. کجا نامور گاو برمایه بود که شایسته بر تنج پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار. خب روزبانان ضحاک آبتین رو میگیرن، جوانان پسران رو میگیرن کوی به کوی و در این دوره هست که مادران چاره‌ای میاندیشن و فکر میکنن که حالا که روزبانان به شهر میان، به روستاها میان، جوانان رو میگیرن، ما برای این که فرزندان پسرمون رو نجات بدیم بهتره که بریم از شهر دور بشیم، بریم به کوهها، به دشتها و به جایی که دور از دست باشه و جایی که گاو و گله و رمه باشه، به جهت اینکه بتونند این بچه هایی که به هر حال از مادرشون دور میشن از شیر گاو تغذیه کنن و زنده بمونن. این اشاره به این دوره هستش و شاید اهمیت گاو در آیین‌های هندی هم از همین جهت هستش. در واقع اینجا گاو که با نام گاو برمایه شناخته میشه یا در اوستا برمایون شناخته میشه، موجودی است که نسل ایرانی رو نجات میده. یه جای دیگه هم یه عنصر دیگه اگه خاطرمون باشه در دوره‌های پیشین اشاره کردیم که انسان رو در فلات ایران نجات داد و اون آتش بود و با کشف آتش زندگی آغاز شد، نجات از اون خشم طبیعت. اینجا به دست گاو این اتفاق میفته چون مادران باید بچه هاشون رو میبرن تو دشت‌های دور پنهان میکردن و میسپردن مثلا به چوپانانی، کسانی که گله و رمه داشتن، تا اونها رو از شیر گاو پرورش بدن. در واقع پیوند آرام آرام و اهمیت نقش گاو در زندگی و نجات نوع بشر. بله. کجا نامور آن گاو برمایه بود که شایسته بر تنش پیرایه بود. به پیش نگهبان آن مرغزار خروشید و بارید خون بر کنار. بدو گفت این کودک شیرخوار ز من روزگاری به زنهار دار. فرانک میره و کودکش رو به اون فردی که اونجا نگهبان اون مرغزار هست میسپاره. ز من روزگاری به زنهار دار. این زنهار یه رمزی هست و یک رسم بسیار بسیار شگفت‌انگیزی است در ایران باستان که نباید به سادگی از اون گذشت. زنهار در زبان اوستایی از واژه زینگه هست و زینگه یعنی اسلحه، سلاح. زنهار رسمی بوده در ایران که وقتی جنگ می شده و طرف مقابل شکست می خورده
زنهار میخواسته، یعنی امان میخواسته. و وقتی کسی امان میخواسته و اگر تو که تسلط پیدا کرده بودی به او امان میدادی، زنهار میدادی، باید پایبند میبودی. ببینید راستی و درستی تا کجا بوده. دیگه به او آسیبی نمیزدی. اگرچه در جاهای دیگه، اقوام دیگه به دروغ مثلا میگفتن تسلیم شو تا من به تو امان بدم، و وقتی طرف تسلیم میشد سرش رو میزدن، گردنش رو میزدن. اما در ایران بسیار بسیار کار زشت و پلیدی بوده اگر تو به کسی زنهار بدی و زنهار بشکنی. به همین دلیل در اون داتبهی، در اون قانونهای اولیه، حتی به این موضوع هم اشاره شده. حکم تعیین کرده بودن برای کسی که زنهار بده به فرد دیگه و زنهارش رو بشکنه، او رو محکوم میکنن و مجرم. بنابراین اینجا فرانک میاد به این باغدار، به این چوپان میگه بچه من رو به زنهار بپذیرید. با این توضیح متوجه میشیم که چگونه تمام تلاش خودش رو برای زنده ماندن فریدون میکنه. پدروارش از مادر اندر پذیر، از این گاو نغزش به پرور بشیر. وگر اینجا یه بیتی هست بسیار زشته و معلومه که افزایندگان اون رو افزودن و حتی کلام فردوسی بزرگ رو نمیشناسن، چون شما میبینید تمام روح و جان فردوسی ایران، فرانک هست، فریدون هست و این بانو رو چگونه ستایش میکنه. ولی افزایندگان اونقدر بی سواد و نادان بودن که یک بیت بسیار توهین‌آمیزی رو اینجا آوردن که من نمیخوام زیاد بهش بپردازم. و اون از زبان فرانک میگه که به اون باغدار میگه که وگر پاره خواهی روانم تو راست. یعنی اگر پاره یعنی رشوه بخواهی هم حتی بابت این میدم که بگذاریم از پلش بودن این بیت افزایندگان. پرستنده بیشه و گاو نغز. دوباره واژه پرستنده رو میبینید که دلیل دیگه هست که وقتی ما صحبت از پرستنده میکنیم یعنی نگهبان. پرستنده بیشه و گاو نغز، چون این داد پاسخ بدن پاک مغز. که چون ببینید اینجا باز میگه پاک مغز، یعنی روان خردمند فرانک رو. چطور اونجا پاره میخواست رشوه بده ولی اینجا دوباره یه لحظه دوباره میشه پاک مغز؟ هیچ انسان پاک مغز این کار رو نمیکنه. که چون بنده در پیش فرزند تو، بباشم پذیرنده پند تو. 3 سالش پدروار از آن گاو شیر، همی داد هوشیار زنهار گیر. شیر تلفظ درستش هست در تاجیکستان هستش، حیوان ببخشید شیر، اینجا شیر هستش، با اون شیر فرق میکنه. ما یه شیر حیوانی داریم که به نام حیوان شناخته میشه و یه شیر خوردنی. شیر خوردنی همین واژه شیری هست که امروز میگیم، ولی شیری که حیوان هست تلفظش از شیر. اما اینجا منظور شیر هست، شیر گاو. 3 سالش پدروار از آن گاو شیر، همی داد هوشیار زنهار گیر. نشد سیر ضحاک از آن جستجو. دوباره همین واژه سیر و سیر رو هم داریم که تلفظاشون فرق میکنه. یه سیر گیاهی داریم که با سیر تلفظ سیر هست و یه سیر به معنای سیر شدن هست که امروزه به اشتباه هر دو رو یک میگیم. نشد سیر ضحاک از آن جستجو، شد از گاو گیتی پر از گفتگو. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چنین گفت با مرد زنهاردار. که اندیشه‌ای در دلم ایزدی، فراز آمد است از ره بخردی. همی کرد باید که از آن چاره نیست، که فرزند و شیرین روانم یکیست. شوم ناپدید از میان گروه، برم خوب رخ را به البرز کو. چه اتفاقی میفته؟ روزبانان ضحاک متوجه میشن که اینها مادران ایرانی دیگه فرزندانشون رو توی ده نگه نمیدارن و میبرن توی مرغزارها، جایی که گاوها هستن. به همین دلیل هجوم میبرن به سمت مرغزارها و جایی که گاو و رمه ها و گله ها هست تا اونجا مخفیگاه فرزندان و پسران ایرانی رو پیدا کنن. فرانک پیش دستی میکنه و زودتر میاد فرزند خودش رو از این فردی که نگهش داشته بود سپاسگزاری میکنه. میگه که این اتفاق افتاده، جای ما رو پیدا کردن و من باید فرزندم رو بگیرم و به البرز کوه ببرم. بیاور فرزند را چون نوند یعنی اسب تیز رو، مانند اسب تیز رو. چو قرم ژیان سوی کوه بلند، مانند یک شیر ژیانی که بز کوهی در دهان گرفته. یکی مرد دینی بران کوه بود، که از کار گیتی بیندوه بود. یکی مرد دینی بران کوه بود، در دوره جمشید درس کردیم در صنف‌ها رو که تشکیل داد. گروهی که آتوریان خانیش به رسم پرستندگان، دانیش پرستنده را جایگه کرد کو. این آتوربانان یا نگهبانان یا روحانیون همونا هستن که الان در البرز کو هم هستن. فرانک بدو گفت که ای پاک دین، منم سوگواری از ایران زمین. بدان کین گران مایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن.
من سوگواری، زن سوگواری هستم از ایران زمین. چه گذشته بر این سرزمین، بر ایران. بعضی از این بیت‌ها آتیش به جان انسان میزن. بدان که این گرانمایه فرزند من، همی بود خواهد سرانجام، پادشاه خواهد شد. تو را بود باید نگهبان او، پدروار لرزنده بر جان او. پذیرفت فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بر او باد سرد. خبر شد به ضحاک بدروزگار. ضحاک بدروزگار، اینجا اشاره است. ما دو نوع پادشاهی داریم: پادشاهی هوپاتخشاهی که با فره است، با داد هست، و دوج پادشاهی، پادشاهی هوپاتخشاهی یا اورند، پادشاهی است که فریدون آغاز میکنه و با کیقوباد و کیخسرو میشناسیم. دوج پادشاهی و پادشاهی اهریمنی پادشاهی ضحاک هست، پادشاهی افراسیاب هست و دیگران. خبر شد به ضحاک بدروزگار، از آن گاو برمایه و مرغزار. بیامد بدان کینه چون پیل مست، مران گاو برمایه را کرد پست. همی هرچه دیدن در آن چار پای، بیفکند و زیشان بپردخت جای. سبک سوی خان فریدون شتافت، ضحاک رو میگه، لشکریان ضحاک. فراوان پژوهید و کس را نیافت، به ایوان او آتش اندر فکند. ز پا اندر آورد کاخ بلند. چه شد؟ ضحاک یا بابلیان حمله میکنن به شهرهای ایران، همه جا رو آتیش میزنن، چون فریدون و اون جوانان رو پیدا نمیکنه. ما برای نخستین بار تا این دوره ما هیچ سلاح و جنگ افزاری در فلات ایران باستانشناسی پیدا نکرده یا آثاری از سوختگی شهرها. ولی جالب هستش که در هرسین کرمانشاه ما این آثار سوختگی رو برای نخستین بار میبینیم. خاکستری که آزمایش کردن و به همین دوره 7000 ساله هستش و نشان از این میده که بر اثر آتش، بر اثر ویرانی از بین رفته. و همینطور جسد دو کودک رو که استخوانشون سوخته و یک مرد رو. اینها نخستین آثار. در اینجا میگه ضحاک حمله کرد به اون مرغزارها از خشم، تمام اون مرغزارها رو نابود کرد، خانه ها رو ویران کرد، حتی گاو برمایه رو کشت، یعنی نماد حیوانات رو حتی کشت از خشم، و ایوان خانه فریدون رو آتش افکند و ز پا اندر آورد کاخ بلند، یعنی تمام روستاها و شهرها رو هم ویران کرد. زمان هم شوربختانه با سرعت در گذر هست و چاره‌ای نیست. پژوهش فریدون از فرانک درباره نژاد. چو بگذشت از آن بر فریدون 28، یعنی 16 سال، زالبرز کوه اندر آمد به دشت. بر او مادر آمد پژوهیده و گفت، که بگشای بر من نهان از نهفت. نگویی مرا تا که بودم پدر، کیم من ز تخم کدامین گوهر. یه بار دیگه هم نسل ایرانی از گذشته و پدر خودش میپرسه و اونجاییست که سهراب میره پیش تهمینه و از رستم و از پدر خودش میپرسه. منتها اینجا یه تفاوت خیلی معناداری داره این بار این پرسش. فرانک بدو گفت که ای نام جوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. تو بشناس که از مرز ایران زمین، یکی مرد بود نام او آبتین. ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و بیازار بود. ز طهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر پدر بر همی داشت یاد. این پدر بر پدر بر همی داشت یاد یه رسم در ایران در بختیاری ما. من خودم یادم از اصلا خیلی زشته شما مثلا دست کم 7 پشت خودت رو نشناسی، و این گونه ایرانیان تاریخ رو نگه داشتن. افرادی رو من میدیدم که با افتخار میگفتن من حتی جد 7م خودم رو هم میشناسم، و باید میشناختن. و از همین هسته که اون شجر نامه یا اون درخت تباری پدید میاد. ببینید چگونه ایران شد. و اینجا اشاره به همونه پدر بر پدر بر همی داشت یاد. فرانک میگه پدر بود تو را مرمرا نیک شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. داره تعریف میکنه که چه شوی خوبی برای من بود. چنان بود که ضحاک جادو پرست از ایران به جان تو یازید دست. از او من نهانت همی داشتم، چه مایه به بد روز بگذاشتم. پدرتان گرانمایه مرد جوان، فدا کرد پیش تو روشن روان. میگه پدرت اینجوری بود، ویژگیاش اینجور، به خاطر اینکه تو زنده بمونی جان خودش رو فدا کرد. و گزارش میده که چه اتفاقی برای تو افتاد در این 16 سال. سرانجام رفتم سوی بیشه‌ای، کس را نزان بیش اندیشه‌ای. یکی گاو دیدم چو خرم بهار، سراپای نیرنگ و رنگ و نگار. ز پستان آن گاو طاووس رنگ برافراختی، یعنی رشد کردی، شد
چون دلاور پلنگ. سرانجام زان گاو و آن مرغزار، یکایک خبر شد سوی شهریار. یکایک یعنی ناگهان ضحاک جای ما، مخفیگاه ما رو پیدا کرد، آن مرغزار رو. ز بیشه ببردم تو را ناگهان، گریزان ز ایوان و از خان من. بیامد بکشتان گران مایه را. همون مردی که اونجا فریدون رو تو مرغزار نگه داشته بود و با شیر گاو پرورشش میداد. چنان بی زبان مهربان دایه را. دایه هم اینجا در زبان و در ایران باستان مرد و زن نداشت. هر کسی پرورش کسی رو به عهده میگرفته بهشون گفتن دایه. امروز فقط به زن گفته میشه. عزیوان ما تا به خورشید خاک، برآورد و کردن بلندی مغاک. ببینید گزارش داره میده فردوسی خودش از زبان فرانک. فرانک کیست؟ فرانک نماد مادران ایرانی هستش که فرزندان خودشون رو به چنگ میگیرن و حفظ میکنن و چه روزگار سختی رو میگذرونن. و اینجا میبینید دوباره میگه که اونجا رو ویران کرد. دوباره با یافته های باستان شناسی در 7000 سال پیش دقیقاً همسانی داره. فریدون چو بشنید بگشاد گوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش. دلش گشت پر درد و سر پر ز کین، به ابرو ز خشم اندر آورد چین. چنین داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمایش دلیر. این شیر همون شیری از شیر حیوان است که ما امروز به اشتباه شیر میگیم. عرض کردم در تاجیکستان در زبانهای دیگر هم تباران ما واژه درستش رو استفاده میکنن، شیر. و میگه که چنین داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمایش دلیر. آزمایش یعنی رنج و سختی کشیدن برای دانستن چیزی، با امتحان فرق میکنه. و اینجا نکته بسیار مهمی است. آزمایش یعنی در البرز کوه دوره است که دیگه شروع به دشسازی در ایران میشه برای نگهبانی از خود و بعدها دشهای پاپک و دیگران و نمیدونم در ایران رایج میشه. علاوه بر این که دژ ساختن برای پدافند از خود رایج میشه، در دژ باید آمادگی و ورزش هم میکردن برای اینکه بتونن آماده بشن برای نبرد. و چون دژ محیط کوچکی داره، باید محیط ورزشی که ساخته میشن بسیار کوچک باشه تا بتونن. دیگه میدان نیست، دشت نیست که برن اونجا. به همین دلیل آغاز دوره زورخانه هم از همین جا هستش. اون ورزشی که با فروتنی هست که نماد ایر هستش در واژه ایران و همینطور برگرفته از فروغ سپید دمان و کیش مهر هستش. و ورزش هایی که میکنن کباده که میکشن برای کمان کشی، یا اون میل هایی که میزنن برای گرز کشی که در چوب بازی بختیاری هم هنوز هستش. و آغاز زورخانه است که حتما توی برنامه باید بشه بپردازیم. بسیار بسیار شگفت‌انگیز هستش. یا اون فروتنی که وقتی وارد گود زورخانه میشی و پیرامون که بسیار زیاد است. کنون چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمایش دلیر. کنون کردنی کرد جادو پرست، مرا برد باید به شمشیر دست. بپویم به فرمان یزدان پاک، برارم از ایوان ضحاک خاک. بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جهاندار ضحاک با تاج و گاه، میان بسته فرمان او را سپاه. چو خواهد ز هر کشوری 100,000، کمر بسته او را کند کارزار. جز این است آیین پیوند کین، جهان را به چشم جوانی مبین. این یه مادر خردمند فرانک که هر کو نبیند جوانی چشید، به گیتی جز از خویشتن را ندید. بدان مستی اندر دهد سر به باد، تو را روز جز شاد و خرم مباد. که نه، نباید این کارو بکنی. 100,000 سوار اگر ضحاک بخواد آماده کمر بسته هستن. الان وقتش نیست، صبر باید کرد. خردمندی مادر، کاری که تهمینه با سهراب نمی کنه شوربختانه و اون فاجعه تراژیک غمناک اتفاق میفته. داستان کاوه آهنگر بازها. دوره کاوه دوره کشف فلز در ایران هست. شگفت‌انگیزه که کشف فلز در ایران هم در گفتار شاهنامه، هم در متون کهن، هم در یافته‌های زمین شناسی کاملا امروز دیگه ثابت شده است. از این جهت هستش که ما میگیم برای شناخت رمز شاهنامه باید زبان پهلوی و اوستایی رو شناخت. من امروزه زیاد میبینم، خود شما هم زیاد میبینید، کتاب‌هایی در مورد شاهنامه منتشر میشه، جلسات غیره غیره.
ولی شوربختانه توصیف میکنن به دلیل اینکه آگاهی درستی از شکافتن واژه و واژه های اوستایی نیست، ناچارن که به سمت توصیف برن. مثلا وقتی میخوان در مورد پادشاهی بگن پادشاه چه معنا داره، 10 نمونه توصیف میارن بدون اینکه برن سر اصل مطلب و خود واژه رو بشکافن. میگن پادشاه یعنی نگهبان بزرگ، نمیدونم عرض کنم خدمتتون پادشاه یعنی پدر، پادشاه، اینا همه توصیفه ولی واقعیت واژه نیست. ولی وقتی میریم تو واژه، خشتره یعنی شهر، پایتی یعنی نگهبان، پس نگهبان شهر. وقتی واژه شکافته شد، مسئولیت اون هم بر دوشش مشخص است دیگه. از این که او اعلی حضرت هست و نمیدونم او پدر هست و او فلان هست و او نمیدونم پادشاهی مشروطه اینه، پادشاهی غیر مشروطه اونه، همه اینها، این پریشان حالیا و پریشان گویا به خاطر اینه که شما سرچشمه رو نمیشناسید. و بعد میبینی تو فرهنگ ایرانی میگه که پادشاهی با داد و دهش است. همون داد، دهش. بنابراین اگر ما نشناسیم رمز شاهنامه رو، اگر ما زبان اوستا رو نشناسیم، متون کهن رو نشناسیم، دینکر، یسنا، مهریشت نشناسیم، نمیتونیم رمز شاهنامه رو به دست بیاریم. و فردوسی خودش داره میگه اینجا رمز هستش و رمز با دانش گشوده میشه. و دوره ضحاک، دوره کاوه هم دوره کشف فلز در ایران هستش که عرض میکنم خدمتتون، با هم در متون کهن، سینه در زبان اوستایی یعنی آهن، و هم یافته‌های باستان شناسی. با این توضیح میریم داستان کاوه رو هم به عنوان بخش آخر میخونیم تا این برنامه رو دیگه به پایان ببریم. داستان کاوه آهنگر با ضحاک یا اژدها که توضیح دادیم. اژدی یعنی چه؟ از واژه انقه یعنی فروکاستن، در و رنجی، و اژدی هم تو باورهای هندی و ایرانی به معنای مار هستش که اشاره هست به همون آتش فشان. چنان بود که ضحاک خود روز و شب به نام فریدون گشادی دو لب. پریشان ضحاک، هر کار میکنه فریدون رو پیدا نمیکنه. برام برز و بالا ز بیم نشیب، شده از فریدون دلش پر نهیب. ازان پس چنین گفت با موبدان، که ای پرهنر با گهر بخردان. مرا در نهانی یکی دشمن است، که بر بخردان این سخن روشن است. من یه دشمنی دارم که بر شما هم پوشیده نیست، خودتون میدونید فریدونه. ندارم همین دشمن خردخوار، بترسم همین از بد روزگار. بعد توضیح میده که من تلاش میکردم که لشکری فراهم کنم پیداش بکنم و ناکام شده و اینا، کاری نداریم به این بیتا. میگه نهایتا از سر ناچاری ببینید ضحاک چی میخواد. وقتی پایه حکومت داره میریزه، ببینید به ریاکاری چگونه روی میاره. همین کارم امروز همین حاکمان جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم میکنن. میخوان خودشون رو خوب جلوه بدن. دیگران شما گواهی بدید که ما آدم خوبی هستیم، همیشه در خدمت شما بودیم. اینجا ضحاک میگه به موبدان، به مهان، که یکی محضر اکنون بباید نوشت، که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. محضر یعنی گواهی. یه گواهی بدید، یه به قول خودمون استشهاد محلی بدید، یه بیانیه بدید که سپهبد که من باشم جز تخم نیکی نکشت. خطاب به کی؟ خطاب به مردم. از ترسشه وقتی ناکام میشه فریدون رو پیدا نمیکنه. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن در اون کاستی. زبیم سپهبد همه راستان، بدان کار گشتن هم داستان. از ترس ضحاک اون موبدان، اون کارگزارانش هم ناچار شدن هرچی این دروغ میگه بگن با شما گواهی رو مینویسیم. خب اون موقعی که خط نبوده، به احتمال زیاد سنگ نوشته رو روی کوه کندن که همه ببینن که بله ضحاک این گر اون گر و بسیار انسان خوبی است و همه نیکی و همه در فکر شما بوده. و همانگه بران محضر اژدها ناگزیر، ناچار گواهی نوشتند برنا و پیر. همانگه یکایک ز درگاه شاه، برآمد خروشیدن دادخواه. تو همون لحظه ناگهان یک نفر برای دادخواهی وارد درگاه شاه شد. ستم دیده را پیش او خواندند، بر نامدارانش بنشاندند. بدو گفت مهتر بروی دژم، که برگوی تا از که دیدی ستم. ضحاک بهش میگه بیا دادخواهی تو بیان کن، از کی تو ستم دیدی. خروشید و زد دست بر سر ز شاه، که شاه منم کاوه دادخواه. یکی بی زیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم.
تو شاهی و گر اژدها پیکری. گر اینجا یعنی یا، در زبان اوستایی هگر، بعد شده گر، در زبانهای محلی مثل ما بختیاری ها شده ار، ایر هم هست، ار یعنی یا، و همین ار شده اور در زبان انگلیسی، رفته شده اور. پس وقتی میگه تو شاهی و گر اژدها پیکری، یعنی تو شاهی و یا اژدها پیکری، به باید بدین داستان داوری که گر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. چرا مطرح شد تو جامعه. وقتی در جامعه، در بین مردم چرا مطرح میشه در برابر حکومت، اونجا جوانه جنبش برای تغییر زده میشه و اونجا باید حاکم بترسه. اینجا اونجاییه که کاوه چرای رو مطرح میکنه. چرا من باید ستم بکشم؟ که گر 7 کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست. شماریت با من به باید گرفت، بدان تا جهان ماندن در شگفت. مگر کس شمار تو آید پدید، که نوبت ز گیتی به من چون رسید. که مارانت را با سکون باید خون، یعنی مارهایت، مغز فرزند من همی داد باید زهر انجمن. چرا مغز فرزندان ما رو میگیری؟ سپهبد یعنی ضحاک، سپهبد به گفتار او بنگرید، توجه کرد. شگفت آمدش کان سخنها شنید، بدو باز دادند فرزند او. به خوبی بجستند پیوند او. ناچار بود، ادعا همین الان ادعا کرد و گواهی بدید من آدم خوبی ام. وقتی کاوه اومد گفت فرزندشو بیارید بهش بدید. بفرمود مر کاوه را پادشاه، که باشد بدان من محضر اندر گواه. گفت حالا که فرزندتو گرفتی، بیا بنویس اینجا که من آدم خوبی ام، منم از پادشاه خیر دیدم و از این صحبت ها. کاوه یعنی گروهی از مردم که به دادخواهی برخاستند. خروشید که ای پای مردان دیو، چو برخواند کاوه همه محضرش. سبک سوی پیران آن کشور. وقتی دادخواهی رو خوند دید همه پوزش میخوام چرند و پرند در توصیف خودش نوشته، آدمی که این همه ظالم بوده، خشمگین شد رو به اون موبدان که این کار براش کردن، که ای پای مردان دیو یعنی اندیشه اهریمنی، برید دل از ترس گیهان خدیو. گیهان خدیو یعنی پادشاه جهان، یعنی جهان آن روز. همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردید دلها به گفتار اوی. نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. من هرگز هم هیچ چیزی رو امضا نمی کنم، هراسی ندارم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. گران مایه فرزند او پیش او، ز ایوان یعنی از کاخ برون شد خروشان به کوش. مهان شاه را خواندن آفرین، اطرافیان ضحاک، که ای نامور شهریار زمین. ز چرخ فلک بر سرت باد سرد، نیارد گذشتن به روز نبرد. باد سرد از چرخ فلک به تو نمیرسه. چرا پیش تو کاوه گوی، بسان همالان کند سرخ روی. همه محضر ما به پیمان تو، بدرد بپیچد ز فرمان تو. ما همه در خدمت تو هستیم، چرا سکوت کردی در مقابل کاوه تو با این عظمت؟ شه نامور پاسخ آورد زود، که از من شگفتی به باید شنود. که چون کاوه آمد ز درگه پدید، دو گوش من آواز او را شنید. میان من و او در ایوان درست، یکی آهنین کوه گفتی برست. رمزی در اینجا هست که تمام یافته های زمین شناسی و پژوهش های زمین شناسی رو زیر و زبر میکنه. و اینجا اونجاییست که ما میگیم باید رمز شاهنامه رو شناخت. و پیش از ما که به هر حال کوچکترین دانش آموز کلاس فردوسی ارجمند هم نیستیم، خود فردوسی بزرگ گفته این رو دروغ و فسانه مدان، رمزه. یه بار دیگه میخونم ببینید اینجا چه اتفاق شگفتی افتاده. میان من و او، ضحاک میگه میخواستم اون رو باش مقابله کنم، به جنگش برم. میان من و او در ایوان درست، یکی آهنین کوه گفتی برست. آهنین کوه کجاست؟ من میخواستم برم لشکر بکشم به مرز ایران، او کاوه رو که در اون منطقه هست نابودش کنم، اما با یک کوه آهن برخورد کردم. رمز کوه، یکی آهنین کوه گفتی برست، اشاره به زاگرس داره. زاگرس واژه یونانی هست که شوربختانه ما به کار میبریم، ولی در اوستا زاگرس با نام اوپایری سعینه هستش. سعینه یعنی فلس. اوپایری یا اپر، همون آب انگلیسی، یعنی بالاکوی که
بر فراز فلز هستش و میدونیم نخستین بار فلز در زاگرس کشف شد. این رو زمین شناسی هم میگه، علم هم میگه. و فلز البته باید بدونیم ابتدا در ایران خود آهن کشف نشد، بلکه مس بود که کشف شد. ما در کاشان ما، روستای آریسمان کاشان، نخستین نشانه های ذوب مس رو داریم و جالب هستش که مس ایران آرسنیک بیشتری داره و این آرسنیک، دوستانی که تو این زمینه، البته من دانشی ندارم، در همین حد میدونم، باعث محکمتر بودن مس میشه. بنابراین مسی که در ایران هست محکمتر از نقاط دیگه است که همین باعث میشه ازش فلز بسازن، ازش ابزار و سلاح بسازن و این نخستین باره که سلاح وقتی ساخته میشه میتونن بر بابلیان چیره بشن. و اینجا خود ضحاک میگه من رفتم بجنگم و اونها خب به هر حال یک کوه آهن بین ما پیدا شد. پس با کشف فلز ایرانیان بعد از 1000 سال بر بابلیان چیره میشه. فقط کشف فلز نیست، اون در دماوند اتفاق دیگه هم داره میفته. ببینید اتفاقات همه داره با هم جمع میشه. در دماوند کسی است که میخواد بیاد کینخواهی بکنه از پدران، فریدون هست. در دماوند همزمان کیش جدیدی به وجود اومده، کیش مهر، یعنی فلسفه مبارزه هم به وجود اومده، آیین مبارزه هم به وجود اومده. این نکته رو هم بگم، وقتی کیش مهر به وجود میاد این ویژگی کیش های ایرانی است، آیین های ایرانی است. کیش قبلی رو از بین نمیبرن بلکه آپدیتش میکنن. در کیش نخست ما به سمت ماه و ستاره نیایش میکردیم، حالا اون ماه و ستاره نمادش شده فروغ سپید دمان در کیش مهر. و خب اینجا آهن کشف میشه، فلز کشف میشه، اونجا فلسفه به وجود میاد و آیین شهریاری و داد و غیره و همزمان رزم و آزمایش و در بطن جامعه خیزش و چرایی و پرسشگری، همه با هم وقتی در کنار هم به وجود میاد جنبش رهایی و آزادی رو رقم میزنه. میبینید در پیوند با هم چگونه کار میکنه. حالا با این توضیح این بیت رو میخونیم و درود میفرستیم به فردوسی بزرگ. میبینید هم در کلام فردوسی به اوپایریسانا یا زاگرس اشاره میشه که محل کشف فلز هست، هم یافته های باستانشناسی این رو نشون میده و اون واژه کوپر هم در واقع نقره هم از همین جا گرفته میشه و هم در متون اوستایی که سعینه یعنی آهن. میان من و او در ایوان درست، یکی آهنین کوه گفتی برست. میخواستم برم اما نتونستم، ندانم چه شاید بودین زین سپس، که راز سپهری ندانست کس. چو کاوه برون شد زده، حالا کاوه از اونجا میاد بیرون، نماد ایرانیان برخاسته، نماد ایرانیان آزادیخواه، نماد مردم برخاسته. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. تمام مردم، تمام تیره ها، طایفه ها دور او جمع شد، همین برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. گفت باید بریم به سوی دادخواهی، باید برخیزیم و این ستم رو پایان بدیم. از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند، هنگام زخم درای یعنی اون زنگوله بزرگ شترها که به ساربان به گردن چیز می، از اون چرم. همان کاوه آمد بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخاست کرد. البته ما اینطور منسوب شده که درفش کاویان با چرم کاوه، پیشبند کاوه ساخته شده، ولی ما اشاره کردیم که اینجا فلز کشف شد و چون فلز درخشندگی داره در نور، بنابراین باید اون درفش کاویان در دل خودش، حالا ممکنه چرمم بوده ولی در دل خودش یه تیکه فلز مس هم داشته باشه که وقتی بالا میگیری با نور تابندگی باشه و نماد اون قدرتمندی هم باشه. خروشان همی رفت نیزه به دست، که این نام بر یزدان پرست، کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. به دنبال فریدون میگردند. خب حالا این بیتا دیگه توصیفی هستن. فریدون چو گیتی بران گونه دید، جهان پیش ضحاک وارونه دید. سوی مادر آمد کمر برمیان، به سر بر نهاده کلاه هکیان. دوباره فریدون میاد پیش مادر دیگه، الان وقتشه، جامعه به خروش در آمد. که من رفتنیم سوی کارزار، تو را جز نیایش مباد ایچ کار. ایچ یعنی هیچ. زگیتی جهان آفرین را پرست، بدوزن به هر نیک و بد پاک دست. فروری خون از مژه مادرش،
همی خواند با خون دل داورش، به یزدان همی گفت زنهار من. دوباره واژه زنهار، اون آخرین پناه. سپردم تو را ای جهاندار من. بگردان ز جانش نهیب بدان، بگردان گیتی ز نابخردان. خب دیگه حالا خداحافظی میکنه و مادر دعا میکنه برای او و آماده میشه، میاد جلوی این لشکری که آمده و ایستاده و آماده هستن و اینجا سخن میگه فریدون برای کاوه و مردمی که آمدن. این میدونید توی فیلم های سینمایی هم هست، توی جاهای دیگه هم دیدید وقتی میخوان یه عملیات بزرگ، یک کار بزرگ رو آغاز بکنن، فرمانده میاد صحبت میکنه و روحیه میده و هدف عملیات رو میگه و این خیلی خیلی مهمه در اون لحظه. من با خودم فکر کردم اینجا همون کار رو فریدون داره میکنه که میاد قبل از حرکت به سمت ضحاک با کاوه و مردمی که به خروش آمدن داره صحبت میکنه و هدف عملیات، هدف کارزار، هدف راه رهایی بخش رو برای اونها توضیح میده. فریدون بر ایشان سخن برگشاد، که خرم زید ای دلیران و شاد. ببینید داره امید میده که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی. چقدر زیباست، چقدر شورانگیزه. شما این رو در یک قاب سینمایی تصور بکنید، ببینید چه اتفاقی داره میفته. که گردون نگرد، ببین با چه اطمینانی میگه که گردون نگردد مگر بر بهی. هیچ اتفاق برای ما نخواهد افتاد جز اتفاق بهی، جز نیکی، جز پیروزی، جز آزادی و آزادگی. به ما باز گردد کلاه مهی، کلاه سروری، بزرگی، تاج پادشاهی به ما برمیگه بعد از 1000 ستم، خون دل خوردن و نابودی ایران و قربانی شدن فرزندانش. بیارید داننده آهنگران، یکی گرد سازید ما را گران. ماهرترین آهنگران رو بیارید و برای من یه گرز بسازید. ببین اینجا صحبت از دیگه آهن داره شروع میشه، پس کشف فلز و آهن آغاز شده. صحبت دیگه علنی از آهن داره شروع شده، چون دوره کاوه دوره کشف فلز در اپایری سینه در زاگرس است. بیارید داننده آهنگران، یکی گرز سازید ما را گران. چو بگشاد لب هر دو بشتافتن، به بازار آهنگران تاختن. هر آن کس کزان پیشه بود نامجوی، به سوی فریدون نهادن روی. پس هر چی آهنگر ماهر بهترینا بود آمدن. جهانجوی رمز اینجا هست که دوباره شگفتی سخن پور خراسان خورشید ایران رو میرسونه و نه فقط سخن فردوسی که در متون کهن، دوباره رمزی شگفت‌انگیز. جهانجوی یعنی فریدون پرگار بگرفت زود، ازان گرز پیکر به دیشان نمود. یه بار دیگه بیت رو میخونم. جهانجوی پرگار بگرفت زود، ازان گرز پیکر به دیشان نمود. پرگار گرفت. ما پرگار رو به کجا استفاده میکنیم؟ در مدرسه برای ریاضیات. ببینید چه شگفتی اینجا اتفاق میفته. فردوسی چرا باید 1000 سال پیش از پرگار صحبت کنه؟ 1000 سال پیش دست کم در سخن فردوسی از پرگار. با پرگار چیکار میکنیم؟ خط میکشیم، دایره میکشیم. خب حالا بریم قبل از فردوسی ببینیم فردوسی این رو از کجا آورده. در متون کهن پیری کیره، پیری یعنی پیرامون، کیره یعنی دور، یعنی دور پیرامون گشتن. پرگار چیکار میکنه؟ یه دایره میزن. بیش از 8000 سال پیش هست که ایرانیان پرگار و ریاضیات رو میشناسن. جهانجوی پرگار پس خودش طراحی میکنه روی زمین. خب اون موقع چیز نبوده که کاغذ، روی خاک میکشه، میگه همچین گرزی میخوام، این رو برام طراحی میکنه، میگه این رو برام هم بکش. جهانجوی پرگار بگرفت زود، ازان گرز پیکر به دیشان نمود و طراحی کردش. نگارید بر خاک پیش، همیدون به سان سر گاومیش. پس نگاره اون گاومیش رو خاک با پرگار کشید. بدان دست بردن آهنگران، چو شد ساخته کار گرز گران. به پیش جهانجوی بردن گرز، فروزان به کردار خورشید برز. پسند آمدش کار پولادگر، ببخشیدشان جامه و سیم و زر. بسی کردشان نیز فرخ امید، بسی دادشان بهتری را نوید. گفت دیگه شما گرد از سرتون خواهد رفت، به پادشاهی میرسم و شما کارگران یعنی آهنگران یعنی کار، شما زندگی بهتری خواهید داشت. که گر اژدها را کنم زیر خاک، بشویم شما را سر از گرد پاک. جهان را همه سوی داد، دوباره داد آوریم، چو از نام دادار یاد آوریم.
بله تا اینجا رسیدیم و در دوره بعد میریم برای آهنگ جنگ فریدون با ضحاک، حرکت کردن این لشکر که میبینید با چه شکوهی میره و درفش کاویان، درفش فرخ کاویان، درفش ورژاوند کاویان در پیش، نماد فر و شکوه ایرانیان. این درفش کاویان خیلی عزیز و گرامی است. جالب هستش که در بلخ و مزار شریف هنوز که هنوز مراسمی برگزار میشه که شکلش دگرگون شده، شکل مذهبی شیعی گرفته، ولی این آخرین بازمانده از برافراشتن پرچم‌ها، درفش‌ها در ایران زمین هست. این مراسمی که در مزار شریف برگزار میشه و بهش میگن مراسم ژنده بالا، که البته باید جهنده بالا باشه. ژنده بالا بهش میگن، ولی جهنده بالا یعنی به سوی همون فر و شکوه رفتن. و جالب هستش که در اوستا هم از بلخ به عنوان جایگاهی که 1000 پرچم هست و پرچم ها اونجا جمع میشن. ما در مزار شریف میدونید این شعر همیشه شورانگیزی که حالا یه بار راجبش صحبت خواهیم کرد، بیا بریم به مزار ملا محمد جان، که در جان هر کدوم از هر ایرانی از که میگم نه فقط جغرافیا ایران، تاجیک، نمیدونم افغانستان غیره، شوری میندازه. اون همون کششی است که ما رو به مزار شریف میکشونه. جای کدامین پاک دین، پاک تنیست، دلاوریست، شهریاریست آنجا که آرمیده. چون میدونیم در متون کهن مزار یکی از بزرگان اونجا نام برده شده. بعد در دوره اسلامی در سلطان حسین بایقرا و عرض کنم امیرعلی شیر نوایی اونجا رو و بعدها گفتن که بارگاه محل دفن امام اول شیعیان امام علی هستش و مراسمی که امروز اونجا برگزار میشه، همین مراسم بالا جهنده رو بیشتر با میبینید پرچم ها رو، شما تصاویر رو میبینید، بیشتر شکل مذهبی گرفته، ولی در واقع اینجا آخرین نماد برافراشته شدن درفش کاویان هست در ایران شهر. آرزو دارم فرصتی پیش بیاد و زمانی که از سالها پیش این آرزو در من باقی مانده و هرگزم فرصتش پیش نیامده تا الان، در این مراسم که در نوروز هم برگزار میشه، بسیار رمزگونه است، برگزار میشه و میبینید دشت‌های زیبا با گل شقایق که نماد آزادگی است و برگرفته از درفش کاویان از همین گل شقایق هست. جالب است که در منطقه بختیاری ما دشت لاله هم هست و باور دارن محلی ها که اینجا جای ریختن خون سیاوش است. آن سوترش هم تنگی هست به نام تنگ کیکاووس و درست همین شکل شمایل، دشت های پر از شقایق، حیرت انگیز، شگفت انگیز در دشت شادیان بلخ و مزار شریف و این جایگاه آخرین نشانه برافراشته شدن درفش ورژاوند کاویان. فر ایران را می ستاییم و در راه عزیز ایران با همه جان توش و توان کوشا خواهیم بود. یکی بریم بم مزار ملا محمد جان، سیل گل لال زار و دلبر جان، سیل گل لال زار و دلبر جان.